مثال 441 از لوگاریتم در اینجا مدل است. این مدل رو چه کار میکنه؟ این مدل با لوگاریتم کلا قاعده ندارد. با یاری لوگاریتم ها قاعده های قانون های لوگاریتم ها اینو کار کرده نمیتونه. از همه راه آسان این لوگاریتم با درجه گردوندم. با یک بار دیگر در درس پیش گفته بودم لوگاریتم ها این برعکس درجه است. اگر من در اساس درجه x y باشد این رو من به لوگاریتم گردونده میتونم و برعکس از لوگاریتم به درجه گردونده میتونم. لوگاریتم که در اینجا اساسی لوگاریتم بیاد جواب در اینجا میاد و درجه برابر x میشه. از لوگاریتم بر درجه رفتن یا اینکه از درجه بالا رفتن با این قاعده میرویم و این مثال رو کار کردن چیکار میکنیم؟ مثال رو به درجه ها میگردونیم و چی میشود؟ اساس من چی است؟ x و درجه من کوادرات، یعنی x کوادرات برابر است به 2x کوادرات minus 5x جمع 4. یعنی بعد این رو کار کردن گردوندن دوامش آسان است. مدل کوادراتی باید کار کنیم. چه کار میکنیم؟ همه افاده رو به یک طرف جمع میکنم، بیایم به طرف راست جمع کنم. x کوادرات به طرف راست هم minus x کوادرات میشود. اگر یک بار نویسم x کوادرات minus 5x جمع 4 میشود برابر 0 است. این مدل رو چه کار میکنیم؟ با یاری دیسکریمینانت اگر خواهیم، لیکن روی آسان است به ضرب شوند رو جدا کردن. ضرب شوند رو چه جدا کرده میتونیم؟ x minus 4 x minus 1 برابر 9. اگر این قسم رو نفهمیده باشین با یاری دیسکریمینانت رویم. بعد این ریشوی من چی است؟ x برابر 4 میشود یا اینکه x برابر 1 میشود و جواب رو میبینیم. یک که وجود نداره، ریشوی مدل رو باید یابیم. 4 یک خودشون شده نمیتونه، چون که وقتی اینجا یک مونم یک درجه یگان رقم باید یک شود، یعنی معنا نداره در اینجا و البته دیوم جواب رو موندن 4. سنجش گذرانده میتونه، لیکن این تست هست که در ایمده در مرکز ملی تست اگر کار کنیم سنجش مهم نیست. البته جواب رو تیز یافتن مهمتر است.